روز جمعه است. برای همه مریض ها مخصوصا شفای چشم های حضرت آیت الله مرعشی نجفی یک هم قرائت بفرمایید. آماده نماز هستیم. برادران و خواهرانی که در محیط دانشگاه و خیابان‌های اطراف هستند به محض تکبیر از بلندگو همه با هم تکبیر می‌گیم، زیرا همه آماده نماز هستند. الله اکبر بحول الله و قوته یقوم و قد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الله أكبر قنوت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سجده سجده. الله أكبر الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تکبیر. چون باران به شدت میباره بلافاصله نماز عصر شروع میشه. قد قامت الصلاة. برادران اجازه بدین عده‌ای از کودکان ایدی‌های خود را جمع آوری کرده و به حضور حضرت امام جمعه آوردند تا ایشان این ایدی‌ها را به مصرف جنگزده‌ها برسانند. ما از فرصت استفاده می‌کنیم، دعای وحدت می‌خوانیم. لا اله الا الله الها واحدا وجوهات سهم امام دادم و نحن له مسلمون. سادات دادم. یه بوسی. لا اله الا الله بریم جون. آفرین. ولا نعبد الا ایاه. ما شما نامه چیزی یا حرفی بزنیم کجا باید بیایم؟ مخلصین له الدین تموم شد. ولو کره المشرکون. لا اله الا الله ربنا و رب آبائنا الاولین. بیا ببوسمت. بیا.